سلام، من مریم هستم، منتور در زمینه دیجیتال مارکتینگ. از کوپنهاگ دانمارک با شما صحبت میکنم. امروز میخوام بهتون بگم که ما چطور مخاطبین خودمون رو در دنیای گسترده آنلاین پیدا میکنیم. که میگیم ما دنبال مشتری نمیگردیم یعنی چی؟ روزانه هزاران نفر در سراسر دنیا در جستجوی کار به فضای آنلاین سر میزنن. افراد ممکنه شرایط زندگیشون تغییر کنه، دلایل مختلفی هم داره. ممکنه بیماری، ناتوانی و یا عدم اطمینان به موقعیت کاری، سردی از آینده و همه اینها، پایین بودن حقوق میتونه دلیلی باشه برای اینکه افراد به دنبال کار دوم و یا کارهای در فضای آنلاین بگردن. یکی از کارهای مهمی که یک منتور دیجیتال مارکتینگ انجام میده، راه اندازی کمپین‌های تبلیغاتی در سوشال مدیا و در پلتفرم‌های مختلف است. یه منتور دیجیتال مارکتینگ آموزش دیده که بتونه کمپین‌های تبلیغاتی خودش رو در فضای سوشال مدیا راه اندازی کنه. افرادی که جوینده کار هستن این کمپین‌های تبلیغاتی رو می‌بینن و با شما تماس می‌گیرن. کاری که شما انجام میدید در واقع این هستش که از طریق ایمیل مارکتینگ و یک سیستم هوشمند افراد جوینده کار رو به استراتژیست‌های کمپانی ما متصل می‌کنه. پس در واقع کمپین‌های تبلیغاتی هستند که افراد جوینده کار رو به ما متصل می‌کنن. پس این ما نیستیم که دنبال افراد می‌گردیم، بلکه افراد جوینده کار هستند که به ما مراجعه می‌کنن و اونها رو به مجموعه خودمون دعوت می‌کنیم. کسانی که مشتاق به آموزش و یادگیری باشن و مایل باشن بیزینس آنلاین خودشون رو داشته باشن، از طریق منتورهای دیجیتال مارکتینگ آموزش می‌بینن و در آینده نزدیک اونها هم میتونن به عنوان منتور دیجیتال مارکتینگ در فضای آنلاین فعالیت کنن.